سلام دوستان، در این درس با شما فرمولای SIND رو میفهمونم با زبان انگلیسی if نه. این در کدام حالت استفاده بوده می شود؟ وقتی ما فرمولای VP رو استفاده میبریم در آنجا خطا نشان میدهد. اگر یکون چیز رو نیابد و با جای اون خطاگی ما فرمولای SIND رو استفاده برده یکون متن می نویسیم، یعنی که رقم. برای این اول می نویسم فرمولای VP تب رو زیر میکنیم. این کد را نقطه ویرگول از این تبلیغ دیده این را با واسطه F4 محکم میکنیم، نقطه ویرگول میگذاریم، باز دو میگذاریم نقطه ویرگول و نال می نویسیم، انتر رو زیر میکنیم تا به پایان استایل میکنیم. کد یکم نرخش 50 سومانی است، کد دوم 70، کد سوم 65، کد چهارم که در اینجا نیست و ما خطا نشان داد، در اینجا زیرو نیافت. در این حالت ما فرمولای SIND رو می نویسیم و یکون متن می نویسیم. به جای خطا می نویسیم بعد از برابر SIND تب رو زیر می کنیم، بعد از قوس نقطه ویرگول می گذاریم، دو خونک رو می کشیم و مثلا می نویسیم که یافت نشد. دو خونک رو باز می پوشیم و قوس رو می پوشیم، برابر می گذاریم. این کد یافت نشد در این تبلیغ. اگر درس با شما پسند آمده باشد تکمچه لایک رو زیر کنید، برای رفیقانتون فرستید و آبونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.